کی با تو ستیزم ای دل تا کجا از تو گریزم وای گریزم ای دل تا با کی با تو ستیزم ای دل تا کجا از تو گریزم وای گریزم ای دل فنده با کوی دیگره بود مرا پنده با جوی دیگره بود چو دریایی روان بوده ممارا راهی قسمت با سوی دیگره بود چو دریایی روان بوده ممارا راهی قسمت با جوی دیگره بود تا با کی با تو ستیزم ای دل تا کجا از تو گریزم وای گریزم ای دل تا با کی با تو ستیزم ای دل تا کجا از تو گریزم وای گریزم ای دل قلم گیرم با یادی رویت گل کشم نقشی خمی ابرویت گل بسازم حلقه هر دو دست خود را با گردی قامت دل جویت گل بسازم حلقه هر دو دست خود را با گردی قامت دل جویت گل تا با کی با تو ستیزم ای دل تا کجا از تو گریزم وای گریزم ای دل تا با کی با تو ستیزم ای دل تا کجا از تو گریزم وای گریزم ای دل ای دل ای دل عزیزان سلام شام همتون بخیر با امید رشد وطن و ثبات بودن استقلالیت و امن و امان در کشور آفتابیمان تاجیکستان بیشتاسا برنامه فضا است مهمون خوانندگان شما این دفعه از دوستان عزیز در برنامه ما حضور دارن رامشگران و آوازخوانان انسمبل فولکلوری اتنوگرافی خوتل ولایت ختلان که من همگی شما را خوش آمدید میگویم. عزیزان در پهلوی من استاد صاحب احترام شاعر
عثمان بلالی حضور دارند، همچنین برادر عزیز ما که نوکک سرود سرایدن بهادر خالمتف و برادر دیگری ما باشد مراجان زایرов و نمین دسته هنری که ما هر لحظه باید براشون آفرین بگوییم، مخصوصا هنرمندان که کمکشون به ایشان خیلی زیاد است. ما شما را خوش آمدید میگوییم به تلویزیون سفینه و هر کدامتون امکان دارد که به عزیزانتون، به نزدیکانتون، به کل هموطنان سلام برسانید. خب قبل از همه میخواهم تلویزیون سفینه را برای سازمان دادن یک برنامه بسیار خوب که نام رمزی فضا را دارد و این افادگر فضای امن و آبادی و آزادی و امکانیت های فراخ برای ایجاد ما است که در صحنه این تلویزیون منتظم نمایش داده می شود. ما متشکر هستیم برای این و باید ذکر کنم که وقتی که ما به شهر دوشنبه وارد شدیم دیدیم که شهر دوشنبه یک باغ شهر شده است، یک گلستان شده است که خواه نخواه مخصوصا شاعران را به وجد می آورد، به الهام می آورد. و باور دارم چیزی هم گفتید برابر وارد بله، شدن. من درباره دوشنبه بسیار گفتم، در اینجا تحصیل کردم، مدام آرزو میکنم که در دوشنبه باشم و یک شعر سالهای تازه جوانی نوشته بودم، شهر سعادت نام دارد. به حیث یک ارمغان میخواهم که به بینندگان تلویزیون سفینه پیشکش کنم. در برابر سرود خیلی خوب میشه. بله. در کوچه باغت عطری تراوت، عطری لطافت، عطری نزاکت، مهدی صفا و شهری وفایی، شهری دوشنبه، شهری سعادت، فواره هایت پاک و مصفا، گل دخترانت شوخ و دلارا، تو پای تختی زیبای مایی مانند بلخ و مثل بخارا، شهری امانی، شهری جوانی، تو یادگار از آریانی، کاخی امیدی بگذشتگان و شهری امیدی آیندگانی. گلگشت هایت سبز و معطر، از نور وحدت شامت منور، پرچم پرافشان در برج هایت ای شهری ننگی خلق مظفر، آینه ما شهری دوشنبه، گنجینه ما شهری دوشنبه، چون قلبی پاک و حساس و نازک در سینه ما شهر دوشنبه. ای آفرین استاد، سلامت باشین. تشکر، سلامت باشین. خیلی زیبا تصویر کردید، خیلی زیبا تصویر کردید و دوشنبه هم واقعا ارزنده است که اهل قلم، اهل ایجاد چنین به تصویر بکشن. این همه زیبایی هایی که به واسطه با دستگیری پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امان رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که در ظرفیت 6-7 سال اخیر قدر دوشنبه را تسخیر کننده قلب ها کردند. بله، همین دوشنبه مثل یک آینه هست که ما را به دنیا می نماید. یعنی آینه دنیا نمای ما شده است. ما هرچند اعجاز کنیم، هرچند آفرینش ها کنیم در دامان این شهر سرسبز، این سیمای ما را در آینه دنیا به مردم دنیا و بشریت پیشکش میکند و انا همون هدف ها و عزم هایی که در راه بنیادکاری و سازندگی و حل اهداف استراتژی مملکت داریم، عملی شدن آنها را ما قبل از همه در شهر دوشنبه میبینیم و بسیار هم شاد و مسرور میشه. یک عالم سپاس، سلامت باشین. شما نیز امکان دارید یک سلام بگویید به بیننده ها. بلنگوک در اختیارتون. سلام علیکم دوستان عزیز، شامتان بخیر. سلامت باشید. سلام خود را با هر یکی بینندگان تلویزیون سفینه میرسانیم. سلامت باشید. سرود نخستینی که شما سرود این سرود را کی برای شما آماده کرد؟ ما با جمع همکارانم سرود را آهنگ ساختیم. بیشتر دستی کی بود در این آهنگ؟ اکای فیض‌دین، نسیم جان. یعنی که با کمک اهل رامشگران و با کمک اکای فیض‌دین و برادر دیگری ما. بسیار خوب. شما تحصیل دیده مکتب صنعت هستید؟ دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان را ختم کردم. در کدام اختصاص؟ موسیقی آموزگاری، موزیک پین. بسیار خوب. حال حاضر در ولایت ختلان در انسمبل خوتل کار میکنید؟ با حیث آوازخوان؟ بله. بسیار خوب. یک چیز درباره لابراتوار ایجادی انسمبل اگر امکان باشد مرحمت استاد. خب انسمبل فولکلوری اتنوگرافی خوتل زاده زمان صاحب استقلالی است و در این گروه تجربه داران، جوانان، مطربان، آوازخوان‌ها کار میکنند
و کاری ایجادی ما همین طور است که وقتی که بچه‌ها متن رو انتخاب میکنن حتما پیش من میبینن. البته این بسیار خوب است. میبینن، ما میبینیم و همراه مطربان، نوازندگان اونها آهنگ رو کار میکنن و بسیار موردهای میشود که ما متن برای بچه‌ها مینویسیم. خب یک برنامه مکمل فولکلوری اتنوگرافی ساخته ایم که عبارت از زیاده از 10 نامره کنسرتی است که پره فولکلور اتنوگرافی مردمی تاجیک رو فراگیر است و در برابر این ما برای برنامه‌های کنسرتی دولتی نیز سرودها آماده میکنیم. برای سفرهای هنری نیز کوشش میکنیم که بچه‌ها دائما آماده باشند. از نقطه نظر انتخاب متن، ساختن آهنگ، خب روانی، لحن و دیگر طلباتی که آید به شعر و سرود هست در این انسمبل ما برابری خاصیت رجب‌زاده، خب خیرامان قربان و که تجربه دارند کارهای بسیار مشخص و معین برده می شود و ثمره همین کارها است که بچه‌های جوان موفق گردیدند در همه صحنه‌های ولایتی و جمهوری هنرنمایی میکنند. اطراف هنر بهادر شما چی میگوید استاد؟ چگونه جوان است؟ لیاقت دارد؟ کوشش میکند؟ بهادر بسیار جوانی با لیاقت است. هر باره که من به همون اتاق تمرین میام یک اسباب در دست دارد و یک سرود زمزمه میکنه و من باوری کامل دارم که بهادر آینده در این جهت موفق میشود. البته امیدوار هستیم. خب کدام ساز موسیقی رو مینوازید شما؟ دوتار. این بسیار خوب است وقتی که هنرمند خود مینوازد، سرود میخواند، این برای اون ذوق میبخشد و میتواند که خود آهنگ بسازد، میتواند که خود یک زیبایی بیافرد. تشکر. ترانه دوم رو بیاید قصه کنید که این ترانه چی نام دارد؟ این ترانه رو چگونه آماده کردید؟ ترانه مادر است، سرود مادر. در وصف مادرای عزیز. در وصف مادرای عزیز. آماده هستید بسرایید؟ بله. خب عزیزان دل، ما وقت شما را زیاد نمیگیریم چون در برابر صحبت باز امکان است که ترانه بشنویم. دیگر برنامه ما برنامه زنده سرایی است و همین حالا برادر عزیز ما بهادر خلمتوف در وصف مادرای عزتمند با ترانه می سراید و من به همه مادران عزیز سر تعظیم فرود میارم. ما شما را خیلی دوست می‌داریم چون شما برای ما زحمت میکشید، مهنت میکنید و دستان شما هرگز درد را نبیند. کل مهمانانی که در برنامه هستن خوش آمدید و ترانه دوم رو با اجازه شما میشنویم. مرحمت. آمد افتخار ای مادر شب زنده دار، دارم بنامت افتخار ای مادر شب زنده دار، در پای مهرت مانده سر شکرانه پروردگار، در پای مهرت مانده سر شکرانه پروردگار. قلبم توی، نازم توی، لعلم توی، روزم توی، قلبم توی، نازم توی، لعلم توی، روزم توی، از آسمان بر آستان شهبالی پروازم توی، از آسمان بر آستان شهبالی پروازم توی، دارم بنامت افتخار ای مادر شب زنده دار، دارم بنامت افتخار ای مادر شب زنده دار، در پای مهرت مانده سر شکرانه پروردگار، در پای مهرت مانده سر شکرانه پروردگار.
خاکی پاد بازار مادر به خانه من خاکی پاد بازار مادر به خانه من دارم به نامت افتخار ای مادر شب زنده دار دارم به نامت افتخار ای مادر شب زنده دار در پای مهرت مانده سر شکرانه پروردگار در پای مهرت مانده سر شکرانه پروردگار شکرانه پروردگار شکرانه پروردگار شکرانه پروردگار تشکر. واقعا دارم به نامت افتخار ای مادر شب زنده دار در پای مهرت مانده سر شکرانه پروردگار. واقعا افتخار میکنیم که البته تربیت دیده مادران عزیز هستیم و همیشه آیت شکرانه بر لب داریم که زاده تاجیکستان بیشتاسا مادر رمزیمان و افتخار از آن میکنیم که در همه جا البته سری بلند داریم چون یک ملت صاحب تمدن، صاحب تاریخ و صاحب ملت هستیم. تشکر. و استاد من میخواهم شما از همین مجموعه که در پیش دارید با عنوان نام زمین سبز هوس‌ها که خیلی اسم زیبا گذاشتید، از همین مجموعتون یک شعر قرائت کنید بعدا صحبت را آغاز کنید چون راهی دراز آمده. البته ما تشنه هستیم که از ایجادات شما شعر بشنویم. وقتی که در موضوع مادر خواندم، موضوع مادر موضوع مقدس است. البته کل شاعران دنیا با تمام زبانهای دنیا مادرنامه‌ها دارند و ما هم برای مادران عزیز تاجیک و برای و شخصا برای مادر خدا رحمتی هم بسیار نوشتم و میخواهم که چند دو بیتی برای شما بخوانم. چند پاره. باشه. و پیش فضل و تدبیرت بمیرم، و پیش فضل و تدبیرت بمیرم، بروی پاک از شیرت بمیرم. ایا مادر بینه هم دست بر سر که در دستان غمگیرت بمیرم. به به. خود بهشتی و می جوی بهشت، روی تو زیباست چون روی بهشت. شعرخوانان آمدم بر دیدنت، سورخوانان می روی سوی بهشت. برویت نور رحمانی است مادر، نگاهت گرم انسانی است مادر. خدا در لحظه های آفرینیش بزرگی تو میدانی است مادر. خب بگذار مادران ما هیچگاه غم را نبینند، همیشه با نام ما، با هنر ما، با قهرمانی های ما افتخار کنند و این مردم ما همیشه سربلند باشد. چون خواهش کردید که شعری از این مجموعه بخوانم، باید بگویم که این مجموعه سال 2011 نشر شده بود و موفقیت پیدا کرد. چند شعری که در این داخل است، رحمتی بازار و دینه افچیل دختران خان، محمد علی ایوبی شعری به موضوع وطن بخشیده داشت، دو شعر از اینجا میخواند یا سه شعر است یا تر است بفکرم. امردین کبیروف میخواند و چند متن دیگر رو شعرعلی قاسم زاده رئیس کمپوزیتوران ولایت ختلان آهنگ بستند و همه گروه های هنری با ما در این موضوع در این مورد همکاری دارند و ما از این همکاری ها با آنها خیلی ممنون و موفق هم هستیم. سلامت باشند. خب حاضر یک شعری برای شما میخوانم که ادامه همون گفته‌های شما است که ما ملت صاحب تمدنیم و همینجا در خلاصه همین شعر همین منظور همین مقصد بیان می‌شود. مرحبا. فروغی رنگ ها دارد نگاه سنگ کوهستان، طنین انداز از هر قله آهنگ کوهستان. با کلک شوق رنگین میکشم بر رشته تصویر، بر رغم یک نوایی جلوه صدرنگ کوهستان. کلید رازها و گوهر اندیشه میابم ز دنیای فراخ و راههای تنگ کوهستان. غرور و سربلندی و دلیری و وطنخواهی بود اندر وجود ما نشان ننگ کوهستان. در اوراق سفید و سرخ و زرد و لاجورد سنگ بیابم عکس ناتکراری
ارژنگ کوهستان، بخوانم از ورقهای کتاب قله های کوه که آغاز تمدن باشد از فرهنگ کوهستان. سلامت باشین. تشکر استاد. سلامت باشین. تشکر از چکیده هایی که شما در روی همین اوراق کتابتون آورده شنیدیم. بیننده های ما هم لذت معنوی برداشتن و این افتخار است دیگر. سلامت باشید. خب برادر عزیز مراد جان ظاهروف، شما تحصیل دیده کجا هستید؟ من تحصیل دیده کالج صنعت احمد باباقل هستم. خب در کدام اختصاص تحصیل؟ صنعت استرادا. در انسمبل خوتال به حیث چی فعالیت میکنید؟ آوازخوان. همکاری با دسته هنری چگونه است؟ دسته هنری قطعی هم مطرب و قطعی هم طرف همکاری دارید؟ کمک میکنن؟ خب از نوشته های استاد با آهنگ در آوردید؟ در موضوع استقلال سه نفره خواندگی هستیم. با برنامه فضای تلویزیونی سفینه چی سرود آوردید؟ سرودی نورالله عارف، سرودی خاک وطن. خاک وطن. بسیار خوب. بیشتر دوست می‌دارید که در موضوع وطن سرود خوانید؟ بله. این تاثیر از کجا است؟ تاثیر از مهر وطن. مهر وطن. استاد شما هم در مورد مراد جان ظاهروف من میخواهم چند سخن دیگر بگویید که چون یک جای فعالیت میکنید، چون شما دیگر پیری کار هستید، سالیان زیاد از فعالیت میکنید، البته از هنرشان آگاه هستید، از اشتیاقشان که در صحنه چگونه هستند، به صنعت چگونه توجه دارند. من باید قید کنم که برای من نیز کار کردن با آوازخوان‌ها، با آهنگسازها این یک مکتب آموزش هم هست. البته برای اون که من منطق موسیقی رو در میارم، منطق شعر رو صحیح‌تر، سرود رو مخصوصا در میارم که کدام منطق و کدام سبک نگارش برای سرود موافق‌تر است. و از سوی دیگر من مراد جان رو، برادرانش رو، همشون رو میشناسم. این اهل این عائله رو از نزدیک میشناسم. اکثرا صنعتکارن. یعنی اینها سلاله یک سلاله اند. این یک عائله است که به صنعت بسیار نزدیکن. بسیار نزدیکن و ذوق و سلیقه بسیار بلند دارن. و خودی همین سال اولهای سال بود یک خواهش کردن یک متن در موضوع صاحب استقلال نوشتیم که در ژانر استرادا همراه برادرانشون خواندن که این سرود موفق شد، موفقیت پیدا کرد. و امروز ها نیز دائما همین بچه‌هایی که در پهلوی ما نشستند و دیگر اعضایان انسامبل نیز منتظم با من در موضوع انتخاب شعر، متن نو نوشتن همکاری میکنن. من از این چیز گفتم که برای من یک مکتب آموزش است. این چیز من این چیز هیچ وقت دست نمیکشم. برای شاعر با دو مکتب آموزش دیگر است که بسیار شاعران با اون پیروی نمیکنن. یکم که شعر جوان شاعران رو تحریر نمیکنن، دوم که با آوازخوان‌ها کم همکاری میکنن. این دو مکتب دو بال یک کبوتری هستند که کبوتر ایجاد نام دارد کردن ممکن، یا که کبوتر آرزو گفتن ممکن، یا اعجاز. برای همین هم همکاری در همه صورت، همدلی و همکاری در همه جا و در همه مورد برای ایجادکار کمک میرسونه. تشکر. سلامت باشید. سرودی که با عنوان نام خاک وطن است و به برنامه فضا و برای مخلصانی برنامه فضا آورید، آماده هستید که بسرایید؟ بله. ما و بیننده ها نیز آماده ایم در این شام زیبای فصل 10 ترانه بشنویم. خاکی وطنم سرمه چشمان من است، سنگی بغل شقیق و مرجان من است، پیراهن شاهیم ذکر با سومش، پیوند به جانم به خدا جانی من است، جانی من است.
از آب و گلا جسمی مرا ساخت خدا جان در بدنم به نغمه انداخت خدا در چشمی همه مراز قشلاقی دود یک شاعر خود بخواند و بشناخت خدا خاکی وطنم سرمه چشمانی من است جانی من است یک لحظه دلم گر از برا دور شود شیر و شکرم در دهنم شور شود سویت نگرم اگر چو یک آدمی غیر دو دیده ای من کور شود کور شود خاکی وطنم سرمه چشمانی من است سنگی بغل شقیق و مرجانی من است پیراهن شاهیم ذکر باسومش پیوند به جانم به خدا جانی من است 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 خب تشکر برای اجرایش سرود و عزیزان ما اندک سوی انجام برنامه هم رفته ایستادیم و این دمی لحظه بازم خواهش میکنیم از استاد عثمان بلال که از مجموعه با نام زمین سبز هوسا بازم یک چند مصرع دیگر برای ما و برای بیننده شعر دوستی ما قرائت کنند. خب تشکر. میخواهم این دفعه یک غزل در موضوع بهار برای شما قرائت کرده باشم. ارغشت بهار نام دارد. در کام غنچه شهد می ریزد ز چرخشت بهار این باغ پرگل می رود مستانه ارغشت بهار ای گل رخ و ای گل بدن در دامن سبز چمن مانند گل سبزیده ایم از نطفه و پشت بهار در صفحه سبز چمن اشعار نو ایجاد کرد با سیر حیرت آوری صد رنگ انگشت بهار در پنجم آبیچه از نقش قلم در دیدم هر غنچه چون آبیچه در پنجه و مشت بهار یاری بهار آغوش را از من خزان رشک برد گشتم به خلوتگاه باغ آخر فرامشت بهار ای خاک پاک آریان ایام احیا در رسید از آتش گل زنده شد در پشت زردشت بهار. سلامت باشین. تشکر. استاد عزیز در مورد اشتراک جوانانی که در انسامبل فعالیت میکنند در آزمون‌ها و در چورابینی‌های سطح ناحیوی و جمهوری و ولایتی چگونه است؟ میخوام چند جمله دیگر بگویید. خب برای اشتراک جوانان در آزمون‌های ولایتی و جمهوری بسیار شرایط خوب هستند در ولایت ما، مخصوصا در انسامبل ما 2 نفر جایزه گرفتن در طول این سالهای فعالیت انسامبل و فعالیت انسامبل هم چندان طولانی نیست، اگه 7-8 سال شد، ولی با وجود این موفقیت ها نظررس هستند و انسامبل ما در ولایت در جمهوری موقع خود رو پیدا کرده است. این از یک طرف. از طرف دیگر برای همین وقتی که تشبسات از جانب جناب عالی حکومت مملکت پیشنهاد میشوند در انسامبل ما هم همین چیز رو میآموزند
میبینن امکانیت رو و جوانهایی که صاحب استعدادند و موسیقیچیانی که استعداد دارن حتما در این آزمون ها شرکت میکنن و ما باوری کامل داریم که این اقدام پیش گرفته ای حکومت مملکت جناب عالی با دستگیری فرهنگیان تمام کشور انشالله که ما رو با موفقیت به سربلندی و سرفرازی میرساند. البته بله تشکر میکنیم. استاد چی تمنا دارید به بیننده هایی که همین حالا ما رو تماشا دارن و به کل مردم تاجیکستان؟ با کل مردم تاجیکستان، به همه تماشابینان، به همه اهل هنر تمنا دارم که همیشه این وطن زیبا رو دوست دارن. بله. چون که ما یک وطن، یک تاجیکستان داریم. ما در دیگر جا سربلند بودن نمیتوانیم. یک وقت من نوشته بودم که غریبی سرخمی و بندگی بود، سر هر جاده سرافکندگی بود. برای جان بیتاب غریبم وطن را یاد کردن زندگی بود. برای همینم در هر کجای باشیم باید این وطن باشیم، باید این ملت باشیم، باید این زبان و این فرهنگ باشیم. بله. و از طرف دیگر هدف انسامبل ما همین است که همین عنعنه‌های ملی، اتنوگرافی ملی احیا شود، فولکلور ملی. بله. فولکلور ملی یعنی وجودیت دهنکی خلقی و شفاهی مردم زنده شود. چون که وقتی که من پیرامون این موضوع اندیشه میکنم در هر یک عنعنه، در هر یک مراسم، هر یک رسم و این مردمی خودمون تپش نبض دل ملت را حس میکنم، تپش نبض این وطن را حس میکنم. یعنی ما اگر خواهیم که عمر ملت ما، عمر وطن ما دراز شود، ما باید همین آن چیزی که داریم نگهداری کنیم. این یک مثال از تاریخ همین است که در داخل خلافت عرب نخستین دولت ملی دولت تاجیکان بود با نام دولت سامانیان. با رهبری اسماعیل سامانی چیکار کردن؟ نخست زبان رو برقرار کردن. بله. فرهنگ ملی رو برقرار کردن، عنعنه‌های ملی رو برقرار کردن و هزار ساله ها باز ملت تاجیک سربلند است از آن کاری که سامانی‌ها کردن. و امروز که دولت صاحب استقلال داریم، رهبر غمخوار داریم، این کار رو ما باید در سطح عالی اجرا کنیم. بله، سلامت باشین. تشکر. خب سرود چهارم چی نام دارد؟ سرود چهارم زندگی شیرین است. زندگی شیرین. گاه تلخ است، گاهی هم شیرین است. شما آماده هستید که ترانه چهارم را بسرایید؟ بله. سلامت باشید. خب سپاس میگم به همه شما برای آمدنتون و بیننده های عزتمند ما رسیدیم به انجام برنامه این شامینه‌مان. برای شما روزهای خوب، زندگی آسوده تمنا میکنیم با امید دیدارهای نزدیک. آنچی به حالی دلی ما کردی به ما پروا ندارد. زندگی شیرین است، گاه تلخ و تلخ است، گاه هم شیرین است. غم های دنیا گاه دور دور است، گاه در مقابل، گاه در کمین است. غم های دنیا گاه دور دور است، گاه در مقابل، گاه در کمین است. که دل ببندم باید به حالی دلی خود بخندم. دنیا همین است، زندگی شیرین است، گاه تلخ و تلخ است، گاه هم شیرین است. دنیا همین است، زندگی شیرین است، گاه تلخ و تلخ است، گاه هم شیرین است. با دستی خالی بکی دل ببندم باید به حالی دل خود بخندم. دنیا همین است، زندگی شیرین است،
شیرین است دنیا همین است زندگی شیرین است گاه تلخ و تلخ است گاه هم شیرین است آنچی به حالی دلی ما کردی به ما پروا ندارد زندگی شیرین است گاه تلخ و تلخ است گاه هم شیرین است غم های دنیا گاه دور دور است گاه در مقابل گاه در کمین 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 است